پارت بعدی ازدواج هستش. میترا برای بار دوم پرسید ای استاد، درباره زناشویی چه میگویی؟ در جواب گفت شما با هم زاده شدید و تا ابد همراه خواهید ماند و هنگامی که بالهای سپید مرگ روزهایتان را پریشان می کند همراه خواهید بود. آری، حتی در خاموشی نیایش خدا همراه خواهید بود. لکن بین همراهی شما حد فاصل را رعایت کنید تا بادهای آسمان بین شما به رقص درآیند. یکدیگر را دوست بدارید ولی محبت را مقید نسازید. بگذارید محبت چون دریایی بین دو ساحل وجودتان موج بزند. هر کدام پیاله دوست خود را پر کنید ولی از یک پیاله ننوشید. از نان خود به دوست خود بدهید ولی از یک قرص نان با هم نخورید. با هم بخوانید و برقصید و همیشه شاد باشید ولی یکدیگر را تنها بگذارید. مثل تارهای ساز که هر کدام به تنهایی برجایند ولی از همه آنها یک نغمه بیرون می آید. قلب خود را به دیگری بدهید ولی آگاه باشید که این هدیه برای نگهداری نیست، زیرا تنها دست زندگی است که می تواند قلب‌هایتان را نگه دارد. با هم بایستید ولی بسیار به هم نزدیک نشوید، چون ستونهای معبد که از هم دور ایستاده‌اند و بلوط و سرب در سایه یکدیگر رشد نمی‌نمایند. فرزندان عنوان پارت بعدی هستش. آنگاه زنی نزدیک شد که طفلش را در آغوش گرفته بود و گفت برای ما از فرزندان بگو. گفت فرزندان شما نیستند. آنها پسران و دختران شوقی هستند که زندگی به خویشتن دارد. به وسیله شما به دنیا می آیند ولی از شما نیستند. با اینکه با شما زندگی می کنند ولی مال شما نیستند. شما می توانید عشق خود را به آنها دهید ولی نمی توانید بذر افکار خود را در آنها بکارید، چون افکار خود را دارند. و می توانید برای تن آنها خانه‌ای فراهم کنید ولی روح آنها در خانه‌های شما قرار نمی گیرد، زیرا روح آنها در فردایی زندگی می کند که حتی در رویاهایتان هم به آن راه نمی یابید. می توانید سعی کنید که مثل آنها شوید ولی بیهوده است که آنها را مجبور کنید چون شما شوند، چون زندگی به عقب بر نمی گردد و اقامت در منزل دیروز لذتی ندارد. شما کمانید و